سلام به شما که به این کاوش عمیق پیوستید. امروز میخوایم بریم سراغ یه ارز دیجیتال خاص به اسم جسمی کوین یا همون جسمی. نکته جالب اینه که منابعی که بررسی کردیم میگن این فقط یه کوین دیگه نیست. انگار یه جور پاسخ به این سوال مهم که خب چطور کنترل داده‌های شخصیمون رو تو دنیای اینترنت اشیا پس بگیریم؟ آره، چون یکی از منابع خیلی واضح توضیح میده که چطور شرکت‌های بزرگ از اطلاعات ما، مثلا داده‌های سلامتیمون یا حتی کجاها میریم و میایم، پول در میارن. خب، پس بیایید یکم عمیق‌تر بشیم ببینیم قضیه چیه. میخوایم بفهمیم این ادعای جسمی کوین که میخواد بازی رو عوض کنه و کنترل رو بده دست خود شما چقدر واقعیه. آماده اید؟ اول ببینیم اصلا از کجا پیدا شد این جسمی کوین. مثل اینکه سال 2016 چند تا از مدیرای سابق شرکت‌های خیلی بزرگ مثل سونی و KPMG اینا راه انداختن. درسته. و جالبیش اینه که اولین بار سال 2021 تو صرافی‌های ژاپن لیست شد. واسه همینم بهش میگن بیت کوین ژاپن. آها، جالب این لقب. شاید به خاطر شروع قویش تو اون بازار بوده. احتمالاً. و از اول هم هدفشون مشخص بوده انگار، حریم خصوصی و امنیت داده تو اینترنت اشیا. دقیقاً. نکته کلیدی همینجاست. یعنی مفهوم حاکمیت داده. ببینید، همونطور که یکی از منابع هم اشاره کرده بود، الان شرکت‌های بزرگ چطوری اطلاعات شما رو جمع می‌کنن، تحلیل می‌کنن، حتی می‌فروشنش. بله، بدون اینکه ما خیلی خبر داشته باشیم یا رضایت واقعی داده باشیم. دقیقاً. جسمی کوین میگه میخواد این وسط بازی رو عوض کنه. ایده اصلی اینه که آقا، مالکیت و کنترل کامل داده‌های دیجیتالیتون باید دست خودتون باشه. اطلاعاتتون رمزنگاری میشه و فقط شما تعیین میکنید کی، کجا و چطوری بهش دسترسی پیدا کنه. این اگه واقعا عملی بشه میتونه کلاً نگاه ما به اعتماد تو فضای آنلاین رو عوض کنه، نه؟ قطعاً میتونه خیلی چیزا رو تغییر بده. خب این ایده که خیلی جذابه، ولی فنی چطور کار میکنه؟ گفتید روی اتریومه؟ بله، این یه توکن ERC سیاه هستش، یعنی روی بلاکچین اتریوم کار میکنه و از امنیت خود شبکه اتریوم استفاده میکنه. آها. و برای ذخیره کردن داده هام از یه سیستم غیر متمرکز به اسم IPFS استفاده میکنن. اینجوری داده ها پخش و امن ذخیره میشن. پس زیرساختش مشخصه. حالا کاربرداش چی؟ فقط همین کنترل داده است یا کارهای دیگه‌ای هم میشه باش کرد؟ نه، ببینید اگه به تصویر کلی نگاه کنیم کاربرداش وسیع‌تره. مثلا میشه برای پرداخت‌های بین‌المللی سریع‌تر و شاید ارزون‌تر ازش استفاده کرد. یا مثلا برای ساختن اپلیکیشن‌های غیر متمرکز، همون دی اپ ها تو حوزه‌های مختلف، مثلا مالی، سلامت، حتی بازی و سرگرمی. یعنی یه پلتفرم میشه برای توسعه دهنده ها؟ دقیقاً. یه کاربرد دیگه هم که مطرح میکنن توکنیزه کردن دارایی‌های واقعیه. مثلا یه ملک رو تبدیل کنن به توکن دیجیتال که بشه راحت‌تر خرید و فروشش کرد. چه جالب. ولی آره، همونطور که گفتید، هسته اصلی و هدف اولیش همون تبادل امن داده بین دستگاه‌های اینترنت اشیاست. فکر کنید مثلا ساعت هوشمندتون، یخچالتون، اینا بتونن داده‌ها رو امن منتقل کنن و شما حتی شاید بتونید در ازای به اشتراک گذاشتن هدفمند داده‌هاتون یه پاداشی هم بگیرید. پس کاربردهاش متنوع به نظر میرسه. اما برگردیم به اون بحث قیمت و بازارش که یکی از منابع بهش اشاره کرده بود. گفتیه بود رتبه 94 بازاره، ارزشش حدود 776 میلیون دلار بوده موقع گزارش و قیمتش خیلی پایین، حدود 0.015 دلار و تکان دهنده تر این که این قیمت تقریباً 99.6% پایین‌تر از اوج قیمتش تو سال 2021 بوده که بالای 4 دلار بوده. این یعنی چی؟ این نوسان وحشتناک رو چطور میشه توضیح داد؟ خب، ببینید این نوسان شدید اول از همه ریسک خیلی بالای سرمایه گذاری تو این بازار رو نشون میده. به خصوص برای پروژه های جدیدتر. اینو نمیشه نادیده گرفت. درسته. اما از یه زاویه دیگه میشه گفت جسمی کوین داره تلاش میکنه یه مشکل خیلی واقعی رو حل کنه. همون مشکلی که قبلا گفتیم، یعنی مدل اقتصادی فعلی که داده‌های ما رو تقریباً رایگان استفاده میکنه. هدفش دقیقاً به چالش کشیدن همینه. پس این افت قیمت لزوماً به معنی شکست ایده نیست؟
نه، لزوماً میتونه دلایل زیادی داشته باشه. شرایط کلی بازار کریپتو، چالش‌های اجرایی خود پروژه، رقابت، ولی خب نشون میده که راه خیلی سختی پیش روشونه. بسیار خوب. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، منابع ما میگن جسمی کوین یه پروژه است با یه هدف خیلی بزرگ، برگردوندن کنترل داده‌های اینترنت اشیا به شما کاربر نهایی. بله. از نظر فنی هم روی اتریوم و IPFS ساخته شده و کاربردهای بالقوه‌اش از پرداخت گرفته تا اپلیکیشن‌های غیر متمرکز و تبادل داده متنوع. درسته. اما در عین حال مثل خیلی از رمزارزها با نوسانات شدید قیمتی دست و پنجه نرم کرده. و شاید یه نکته نهایی برای فکر کردن. ببینید، هر روز تمام دستگاه‌های متصل ما دارن حجم عظیمی از داده تولید میکنن. از قدمامون گرفته تا چیزایی که آنلاین میخریم و میبینیم. دقیقاً. تا حالا فکر کردید اگه به جای اینکه این داده‌ها تقریباً مفت بیفته دست شرکت‌ها، خودتون میتونستید بفروشیدش یا کنترلش کنید، چقدر ارزش پیدا می‌کرد؟ با توجه به اینکه اینترنت اشیا هر روز داره بزرگتر میشه، شاید واقعاً وقتش باشه به این فکر کنیم که آینده مالکیت داده‌های شخصی ما چه شکلی میتونه یا خب باید باشه.